چنده؟ آبشار این پیازی سالون سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چنده که سرسختی دبوی رهنا تیمت بوری زور. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بازار عید پنجشنبه های شهر کلاچای. امروز پنجشنبه 16 اسفند ماه و ساعت حدود 10 صبح تصمیم گرفتیم ولاگی از حال و هوای قبل عید بازارهای محلی گیلان رو برای شما عزیزان ضبط کنیم. برای همین برنامه ریزی کردیم که هر روز به یکی از این بازارها سری بزنیم و به صورت روزانه در کانال قرار بدیم. پس این کار نیاز به حمایت و تشویق شما عزیزان داره. متاسفانه در گردش در بازار حال و هوای عید احساس نمیشه. اون شور و شوقی که هر ساله از نیمه دوم اسفند ماه در بازارها جریان داشت دیده نشد. دیدن حال و هوای مردم، همچنین کسادی بازار کاسب‌ها به زبان خودشون گویای مطلبه. ما در این ولاگ برعکس دو ولاگی که از این بازار در کانال قرار دادیم از انتهای بازار به سمت ابتدا خواهیم اومد و از اونجا به سمت میدان اصلی و ابتدای جاده رحیم آباد که محل تجمع زنان زحمتکش روستایی هستش خواهیم رفت. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. شهر کلاچای جزء شهرهای شرق گیلانه. مرکز بخش کلاچای شهرستان رودسره. این شهر در 14 کیلومتری شهر رودسر و در 85 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت قرار داره. کلاچای علاوه بر همسایگی با دریای خزر با رودسر، رحیم آباد و چابکسر هم همسایه است. برنج، چای، مرکبات، کیوی و انواع ماهی‌های دریایی از سوغاطی‌ها و محصولات این شهر. باغات چای در واجارگاه و بیوالان، منطقه زیبای جواهردشت در سیاه‌کلورود، پارک ساحلی، تعدادی از جاهای دیدنی این شهر. راستی به کلاچای که اومدین جگرکی هاش رو از دست ندید. در پلیلیست شهر کلاچای کانال ما ولاگ هایی از گردش در جاهای دیدنی این شهر قرار داره. لینک این پلیلیست رو راحتی شما عزیزان در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان پول چنده؟ 150 بازارهای محلیش و جاهای دیدنیش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. به امید روزهای شاد و زیبا برای مردم سرزمین.
خیار 60 تومن. چند تا هست؟ قبله
چند بچه غاز؟ 220 150 170 250 اینا 220 150 170 موازم این غوغاز هم خوش شده اما دو نفر الان چی نوکری کنم چشم اما Burası koşuyor ya. Dur bakalım. Birinci kurtlar da siyasete کیلو چنده؟ حسن abi 80 خروس حسن abi آقا قربانت برم منده خروس دونه چنده؟ فروش 300 تومنه منده مرغ چی؟ مرغم دونه 300 تومنه برای تو 280 دست شما سیم داری میگیری؟ کجا میخوای بزنی شبکه دو؟ اینترنت ایشالا اینترنت؟ بلدرچی حسن هاشه کیلوی دونه چوریه؟ دونه چنده مقالمون؟ این ماده دو این نه 2500 ماده 1 200 این نه 200 محلی دستتون نرم نه تو خود باشین اینم خود بیناشین اینا جوجه نیستن؟ اینا جوجه های محلی آن خودتون بلدرچین ها؟ نه بلدرچین اونا اینا جوجه های محلی مرسی دست من بلدک تخم‌مرغ این چند آجی؟ 5 تومن محلی 5 این ماده دارم 4 کیلو میخوانی حسن هاشی تخم قاز دونی تخم قاز دونی چنده؟ دونی 40 اون قوه؟ آره اون لطفا داره نه بس کنم
حالم رو داره بد میکنه. اردبیل یه نفر حاجی اصلا سیب زمین بیاد 35 آقا سیب زمین بیاد 35 دیگه 70 35 جلو بود جامعه فرش ملان می‌داره. نه اون یه جنس دیگری بود. قرمز قابل نداره. هفتاد 60 اونجا کنم با سال هفته نگیدیم روزه نری داری بله؟ داریست بعد سیروسی سلات امروز استفاده دلار همون سمت جاده لب ساحل خیابون شهدا رو هفته
کاهو 200 چه؟ 24 35 هویج هم داد 14 Antalya nişan dاره yani. Türkiye هم خسته نباشید مایغری دونه چنده؟ 20 قصدتون هم یه دونه نخ معدنی وسایل چهارشنبه سوری نون محلی نون کشته کاشته کدو بود نه نون مرنجی نه کیمی جان آجو خودش میده کیلو چند آجی؟ خسته نباشید 320 مال کجاست؟ پرتقال کیلو چنده؟ لیموه؟ ای پرتقال گلابی چی؟ گلابی 100 دستتون نکن پیاز و این سیبشون سخت پیاز دم پای من پای
بانک هم مشکل داشتیم دیگه. معلومه او بانک بیم اون بانک هم مشکل داشتیم. این موشک سوتیه، سوتی، این منوره. منوره. اینا بهش میگن بسیجی 8 آمپر میره بالا. این که آبشاره. آبشار، این پیازی، اینا بهش میگن شیافی اسمش حالا این کاربیده. این هم که دینامیت، این پروانه‌ای، اینا فرفره است، ده پیچ میخوره. سیگارت بسته چنده؟ سیگارت 150 کپسولی دونه 20 تومن. دیگه شکلاتی دارم، لاک پشتی دارم، اینو لاک پشتی 25 سوت دارم. سوتی این چنده؟ 25 سوت چنده؟ 750. 750 اینا از 200 تومن. این قوطی‌ها چیه این قوطی؟ این آبشاریه. اینم آبشاریه. آبشاریه 120 تومن. الان این سوتی دونه چنده؟ سوتی هم 20 تومن. چهارشنبه نمیشه گرفت. سوتی 20 تومن، کپسولی 20 تومن، شکلاتی 10 تومن. این پروانه ایه؟ نه این زنبوریه، این پروانه. دست شما دارم. الله اکبر همه چی که خورده نیه که خسته نباش آجو. پرتقال کیلو چنده؟ 20. اشکال نداره پیش میری. نه چای محلی حاجی خودش دوست سوال کیلو تا قطع شد کپی رایت خوردیم. من هواداری اقتصادی بازاره.
این کره است؟ بله بله 170 اینا میگن نمککار یا نمکیار. چیزی میخوام بسابم. خدا شما سلامتی بده. Ya boleh tu, mana tu? Dia cuma dia okey dah boleh ni. Sim, alguns são. يلا زنده باشی گفتی بهش
سلام. آقا اینجا مای سیاهه؟ چنده؟ 170 کیلو یه دونه ای؟ کیلویی. سلام، حسن آقا. این شوری معلم هست. این شوری معلم هست. حسن آقا شما سلام. چنده بسته ای؟ بسته 75 خیلی خوشمزه. خوشگله نه؟ خوشمزه است. خوشمزه آرد شیرینی زدم آرد برنج درست نکردم ما بزرگ ما درست می‌کنیم. آره دستتون نرگه. صندوق این گلدازمون اشتغاله. میکرد؟ کارت بکشونده بیاییم. قربان شما. عروسی بچه های شما اینا گردن است. خوش میکنن. آقای استاد عزیز بیایید. صدای این شیرینی گرفت از اون. حالا این میگن کلا روسی. سادی بشه. من باجیم سفید خسته نباشید. دونین چنده این بزرگا؟ کیلوی 650. یعنی مثلا بزرگا حدود چقدر در میاد؟ 2 کیلو. یکی 100. آه 800 تومانی نمیشه. این مای کفاله. این چیه؟ او جنوبه؟
ماهی جنوبه؟ ماهی زالون شوک سلطکا نمی ماهی روغنی حالا نیده بود دستتون نرم اما بیا تعطیل دیگه با 4-5